بعد اینکه حکومت جمهوری تاجیکستان جای داشتن کرونا ویروس را تصدیق کرد، مردم بیشتر در این باره صحبت میکنند. در جنوب تاجیکستان شهر باختر مردم از یکدیگر درباره کرونا ویروس میپرسند. ساعت باشه که ما دیزاتریت میگیم، چی میگیم؟ ما خانه ها را چی کردن؟ دیفیلیت کردن. خیلی با جبرکمون دار سریع دیکوب داریم، در کارشون میکشیم در تونه. ممکن ساعت تینجه ساعت باشه. میدونیم که پیدوش دیده تاجیکستان. ادیکشن نمیدونیم مشکلش چیه. خیلی گوهی کردن در کره. همیش کم در 2018 آمده بودم این کسر هیچ که نفهمیدن. قریب 200 نفر مرد در رمی خرابولو، در واسه، در کلوب، در تمام جا مرد هیچ که نفهمیدن. در جنوب تاجیکستان اخیراً گرفتاران بیماری التهاب شوش یا پنیومانی به 90 نفر رسیده است که آنها در ناحیه شهر توس و قبادیان جنوب تاجیکستان قرار دارند. پیش از همه البته اون کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی، کارهای بی‌ضررگردانی، کارهای عامه‌فهمانی اینا رو ما همه روزه به طریق شبانه روزی گذرانده هستیم. لیکن یک چیز رو قید کردنی هستم که سلامتی هر یک نفر شهروند در دست خود است. بله. البته این بیماری خیلی که ما دیدیم این فرق ندارد، هم شخصی از غذا از اون چی وابستگی نداشته. همزمان از ریاست تندرستی ولایت ختلان در مورد دیزینفکسیا یا اینکه پاکسازی مکتب و مؤسسه ها و کارخانه و اداره های دولتی پرسیدیم. آنها گفتند که پاکسازی در همه کارخانه ها ادامه دارد، حتی مسجد های 5 وقته و جامعه را آنها پاکسازی کردند. صحبت دیگری که از نمایندگان ریاست تندرستی در نواحی دوردست داشتیم، آنها گفتند که شرایطی که آنها دارند نمیتوانند مردم را در حالت کرانتینی یا اینکه فوق‌العاده خوب طبابت کنند. یک نفر از ناحیه وخش گفت که آنها دستگاه‌های مخصوصی هواتایی صنعی ندارند و به حکومت ناحیه مراجعت کردند که این مشکل را برطرف سازد. همزمان با ناحیه ناصر خسرو صحبت کردیم که آنها میگویند باید لباس‌های مخصوص طبی برای آنها فراهم کرده شود. در شهر باختر که امروز مردم آرام به نظر می رسند، اما رفت آمد مردم کمتر دیده می شود. بیشتر دانشجویان اینجا مشاهده می شوند که به درس می روند. مردم درباره کمبود نقاب های طبی، دستپوش ها و محلول های ضد ویروسی صحبت می کنند که می گویند در داروخانه ها پیدا کرده نمی توانند. برای مثال خود من به داروخانه رفتم و این نقاب را برای 5 سوم خریدم که برای مردم دسترس نیست و نمی توانند سری وقت پیدا کنند.